تا حالا شده حس کنی ذهنت هنگ کرده؟ نه اینکه خسته باشی، فقط دیگه مغزت کار نمیکنه. مثل وقتی که لپتاپت 10 تا تب کروم باز کرده و دیگه حتی ماوس هم حرکت نمیکنه. حقیقت اینه، ذهن تو هم یه رم داره، یه حافظه کوتاه مدت محدود. هر کاری که انجام میدی یه تب باز میکنه. چک کردن پیام، فکر به حرف دیشب، یادآوری کار فردا، همش دارن رم ذهنت رو میخورن. و وقتی رم پر میشه، سیستم کند میشه. تمرکز میره، انرژی میره، حال خوب هم میره. اما یه راه ساده هست. برو تو تنظیمات ذهنت و اپ‌های بی مصرف رو ببند. چک نکردن هر نوتیفیکیشن یعنی آزاد شدن چند مگابایت از حافظه ذهنت. ذهنتو سبک کن، فکرتو تمیز کن و بذار فقط برنامه‌های مهم اجرا بشن. چون ذهن سبکتر یعنی انرژی بیشتر برای فکرهای بزرگتر.